گم شده. پسرم بیا دیگه، نترس، بیا، نمیکشدت، بیا. سلام علیکم. و علیکم. بیا تو. داداش برو خدا رو شکر کن که به اینجا ختم شد. داداشم به خدا من نمیدونستم. به خدا حتی وقتی از سر گذاشت رو سرم بهش چیزی نگفتم. با خودم گفتم ببرمش اونجا، داداشم به حسابش میرسه، داداشم حلش میکنه. باور کن داداش. نباید تو رو قاطی این کارو میکردم. تو رو خدا اینجوری نگو، تو به من اعتماد کردی. من لایق نبودم، گند زدم. من بیارزم. اشتباه کردم داداش. ببخشید. داداش بفرمایش. اگه میدونستم میای میگفتم سرما بیاد اینجا رو تمیز کنه. گهگدار میام جمع جور میکنم. منم چند روز خونه نیستم، دنبال کارهای مشروب فروشی عمو صبری ام. این دفعه دیگه جور میشه انشالله. بیا بشین، میخوام با حرف بزنم.
پول داری؟ بد نیست میگذرونم. گاهی یه کارایی هم میکنم. اجاره چی؟ حل میکنم، نگران نباش. شما تعریف کنین. البته خبراتو میگیرم. ملت از منم میترسن حتی. به عمو صبری بگو یه مدت این دورو بر نیستی. چی شده؟ نکنه تو دردسر افتادی؟ یه کار خوب هست، میخوام تو هم باشی. اما من از این کارا بلد نیستم، باید نمیتونم. بتونی. به یه نفر قابل اعتماد احتیاج دارم، نه مثل سگای دورو برم. یکی که بتونم روش حساب کنم، اندازه برادرم نزدیک باشه بهم. فقط کار سختیه، اما پول خوبی توش هست. خودت از این وضع نجات میدی. مثل بچه آدم خواستی میخونه میزنی، خواستی مغازه، هر غلطی که دلت خواست میتونی بعدش بکنی. منت کسی هم سرت نیست. دست در نکنه. کاش لایق باشم. کجا داداش؟ چایی بیارم؟ نه کار دارم، باید برم. تا یکی 2 روز دیگه بهت زنگ میزنم. گوش کن، به هیچ کس چیزی نمیگی. هر کاری که میگم عینشو انجام میدی، وگرنه من میدونم و تو. نه داداش، به کسی هیچی نمیگم. بمیرم بهتر از اینه که تو رو ناراحت کنم داداش. داداش اگه میخوای منو بکن، حماقت کردم، مخم کار نکرد، خریت کردم، اما با من قهر نکن، با من حرف بزن. بس دیگه، مثل زنا گریه نکن. میبخشی منو؟ میرم یکم قدم بزنم. تو هم دست صورتتو بشور و برو یه چیزایی واسه خوردن بخر. باشه داداش، همین الان میرم. چی دلت میخواد؟ هرچی خواستی بخر. همین زرشک چون داشش بودا فاری نرم شد. دیدی؟ چه انتظاری داشتی؟ با یه اشتباه که آدمو نمیکشه. آره تو درست میگی. حالا اگه ما بودیم تا حالا خاکمون کرده بودن. چه داری میگی با؟ خیلی ممنون. سه تا بشیر کارشان پیدا کردم. یکیش بچه 5 ساله است، یکیش تو زندانه، یکیش هم مرده. طرف سر کارت گذاشته. معلوم بود. اینجا هم سابقه نداره. نمیخوای بگی قضیه چیه؟ بلای جون یکی از موکلام شده مرتی که دیروز اومد دفتر منم تهدید کرد. ظاهرا به تهدید اکتفا نکرده، سرت هم شکسته. حالا روز اونو بعد میدیدی. بهتره بدیم چهره شناسی عکس رباتیک براش بکشن. بدیم بچه ها 3 سوته تو شهر پیداش میکنن. نه بابا چیز مهمی نیست، شلوغش نکن، خودم حلش میکنم. فعلا خداحافظ. خبر بده. میخوامت. بالاخره خوابی؟ لیلا جان ببخشید من کار دارم، باید برم شرکت، اما اگه چیزی شد خبر بده بهم، سریع خودمو میرسونم. باشه حتما عزیزم، برو به کارات برس، اینقدر نگران من نباش. کمال پیشمه، برو استراحت کن، تو هم اذیت شدی. مرسی، ممنون عزیزم، مرسی، ممنونم ازت. خواهش میکنم.
تو هم سعی کن بخوابی باشه. باشه. الماس یادت نره به یاسمین سر بزنی. لیلا خانوم. چیزی شده؟ نه فقط میخواستم یه خواهشی بکنم. بگو نترس. من فکر کرده بودم عزلم خانوم اینجا میمونن. میخواستم 1-2 ساعت اگه اجازه بدین برم بیرون. کجا؟ نترس بگو. کاری نداشتم، فقط میخواستم برم واسه کرم دعا کنم. بیلال اینجا میمونه، اگه اتفاقی بیفته خبر میده بهم. میتونیم یاسمینم با خودمون ببریم. فکر نمی‌کنم شلوغی اذیتش کنه. جدی میگین خانوم؟ نه امروز اونجا شلوغ نمیشه. من دخترکم و تو بغلم نگه میدارم. الان آماده میشم لیلا خانوم. پره دهنم. بجم تمومش کن. تو رو خدا ول کن گاریز. مامانم انقدر اصرار نمیکنه که تو میکنی. ول کن. بگیر گوشی و سیم کارت جدیدت. شمارت هم همونه. گوشی دست دومه چون 1-2 روزه خرابش میکنه. دستت درد نکنه، زحمت کشید. خواهش میکنم. تو فهمیدی انبار مال کی بود؟ آره فهمیدم. سند به نام یه زنی به اسم دفن شرمانه. چی؟ دفن شرمان؟ همسرتون کجاست؟ پاریس. بهتره که خبر بدیم با اونم حرف بزنیم. کرم نیست، نمیدونیم هم کجاست. این آدم اومده داره کارگاه بازی میکنه. حالا این دفن شرمان کی هست؟ زندایی بچه هست. بچه رو زنداییش دزدیده؟ نمیدونم، اما از وقتی بچه رو دزدیدن این زنه هم نیست. خسته نباشید. بفرمایید. میتونم کمکتون کنم؟ میخوام مراد شرمانو ببینم. با آقا مراد؟ آره. وقت قبلی داشتین؟ نه اما باید ببینمش. عزلم خانوم. بفرمایید آقا محمد، مشکلی پیش اومده؟ مشکلی نیست، میخوام آقا مرادو ببینم. این خانمم داره کمک میکنه. باشه، راهو نشونتون میدم. یه لحظه. بله باشه بیاد.
باید حرف بزنیم. جلسه داشتم. زیاد طول نمیکشه. جایی که کرمو نگه می‌داشتن و بله خبر دارم. کمال گفت مثل اینکه شب اونجا گذروندین. بله درسته. امیدوارم درستون رو گرفته باشین. میدونید انباری که کرمو توش نگه می‌داشتن مال کیه؟ نه از کجا بدونم؟ مال همسرتونه. چی؟ بله سند به نام دفن شرمانه. الان بگید ببینم زنتون که انبار بالای کوه میخواد چیکار؟ کسی که خواهرزادتون رو دزدیده اونجا چیکار داره؟ نمیدونم. دفنه ملک و زمینای زیادی به ارث برده. جای خیلیاشون هم خودش نمیدونه. یعنی یه بنگاز که به کارای زمیناش میرسه. واقعیتش نمیفهمم اون آدم اونجا چی کار داشتن. شما میتونی شماره اون بنگاهو به من بدین؟ نه دفنه باش حرف میزد. اون باید داشته باشه. خب زنگ بزنیم به دفن خانم. یکم پیش زنگ زدم خاموشه. یعنی هنوز هیچی بهش نگفتیم؟ نه صلاح ندیدم بهش خبر بدم. یعنی نخواستم این تعطیلات زهر مارش بشه و هر حال وقتی برگرده خبردار بشه. تماس نگرفته بگه رسیدم؟ الان تو حول و ولاست. یعنی همیشه اینطوری میشه. تو کدوم هتل میمونه؟ نمیدونم. یعنی چی؟ نمیدونید همسرتون کدوم هتل میمونه؟ نه خیر نمیدونم. در ضمن این چه ربطی به شما داره؟ اگه به خاطر بنگاهی میگید آزم خانم میتونه کمکتون کنه. آخرین باری که کرمو دزدیدن شما دیدینش؟ کیو؟ اون بانگایی و همسرتون دیگه. بله آن روز پیش از رفتنش به فرودگاه دیدمش. شما آقا محمد منظورتون از این حرفا چیه؟ نکنه میخواین بگین دفنه و این قضیه به هم ربط دارن؟ دفن خانمینه؟ بله. من یکم پول ریختم به حسابم و تو به کسی نگو. نگهش دار، یه وقت لازم میشه داشته باش. قصه نخور خواهش میکنم. من بازم بهت زنگ میزنم باشه؟ خیلی دوست دارم مامانم. من الان سر کارم بعدن بهت زنگ میزنم. خب خداحافظ. باشه آقا محمد این دفعه دنبال کی میگردین؟ بنگاهی. یعنی باید با بنگاهی دفن خانم حرف بزنم. اگه دلیلش رو بپرسم حتما نمیگید نه؟ انباری که کرمو نگه می‌داشتن متعلق به دفن شرمانه. میخواین بدونین به کی اجاره داده شده؟ تعجب نکردی؟ اگه با شرمانا کار کنین یاد میگیرین که از هیچی تعجب نکنین. شما هم یاد میگیرین. بفرمایین. راحت باشین. ممنون. اگه بخواید من زنگ میزنم. ممنونم. من دارم میرم. جلسه‌مو کنسل کن. الان به راننده زنگ میزنم. لازم نیست. باشه ممنونم. خب انباری که میگید 3 ماه پیش اجاره داده شده. کی اجاره کرده؟ بشیر کاراچام. میشناسینش؟ نه
چون یه همچین شخصی وجود نداره. من باید با دفن خانم حرف بزنم. شماره‌شو براتون می‌نویسم. بنویسین، اما گوشش خاموشه. شماره هتل پاریسو داری؟ نه، اما حتما آقا مراد میدونه. الان ازش میگیرم. نه، اونم نمیدونه. دفن خانم یه گالری داره، نه؟ شاید کسی اونجا بدونه. میشه بی زحمت همه شماره ها و آدرس های مربوط به دفن خانم رو برام بنویسید؟ بله. به نظر شما دفنه به این اتفاق ربط داره؟ نمیدونم، اما به زودی میفهمم. معذرت میخوام. الو اورهان، داداش لطفی در حقم بکن. ببین دفن شرمان 2 روز پیش از کشور خارج شده یا نه؟ آره دفنه. باشه، خیلی سریع جوابو میخوام. خداحافظ. الماس قبلا هم اینجا اومده بودی؟ خیلی. یادتونه پارسال قدیر مریض شد، اومدم اینجا. الانم یه وقتایی که کار ندارم سر میزنم. قدیر خوب شد نه؟ آره، همه میگفتن خوب نمیشه، اما پسرم حالش خوب شد. کرمم حالش خوب میشه ایشالا، برمیگرده سر خونه زندگیش ایشالا. خاله الماس، اون تو چیه؟ بیا عزیزم بیا. سلام، میتونم کمکتون کاملا کنم؟ یه نمونه اکسپرسیونیسم انتزاعی. آقا ماهیر، خالق نمایشگاه. خالق که نمیشه گفت، به هر حال چیزی هست و میکشن. خالق چیزی که نیست و به وجود میاره. بهتره بگیم اثرشون. بله. اثر خوبیه. اگه توضیح بیشتر بخواید. نه، وقتی نگاه کنم میفهمم. من راستش دنبال دفنه میگشتم. اینجاست؟ دفنی خانم مسافرته. جدی؟ شما دوستش هستین؟ آره، از دوستای نزدیکشونه. قبل رفتم به نیویورک گفتم یه سری بزنم. میگفت اثرایی داره که به درد من میخوره. راستم میگفته. کی برمیگرده میدونید؟ نمیدونم، ما هم خیلی وقت همو ندیدیم. فکر کنم سرش خیلی شلوغه تو پاریس. بله بله. اگه مایل باشین من شما رو با آقا ماهیر آشنا میکنم. البته. بفرمایید. زنگ زدم گوشش خاموشه. شماره هتل رو دارین؟ فکر نکنم هتل رفته باشه، دوستای زیادی اونجا داره، احتمالاً پیش اوناست. دوستاش تلفن دارن؟ دارن، اما من شماره‌شون ندارم. آقا ماهیر، این آقا بشیرم، بشیر کاراچان. خوشبختم. از دوستان نزدیک دفن خانم هستن. واقعا؟ بله. خیلی اصرار داشتن شما رو از نزدیک ببینن. ببخشید. عشقم، نیم ساعت دیگه بیا خونه یلاقی.
از تابلو دم در خیلی خوشم اومده. داستانشو دوست دارم بشنوم. آقا بشیر من باید برام یه کار پیش اومده. البته معذرت بفرمایید. بعدم با هم صحبت میکنیم. مثل اینکه خبر مهمی بود. بله خیلی. اون تلفن که خاموش بود. بله. روز بخیر. بگو آرمان میشنوم. داداش چیزی که میخواستی. آره بگو. 2 روز پیش به اسم دفن شرمان بلیط به سمت پاریس خریده ولی اصلا سوار هواپیما نشده، یعنی خارج نشده. خیلی خوب آرمان، دستت در نکنه. خداحافظ.
چند تا سال از قربانی داشتم اما نشد. قربانی؟ جنایت بودن قضیه رو از کجا در آوردی؟ خب مگه اونطور به نظر نمیرسه؟ اونجا شما میگیم. تو به چیزی دست زدی؟ معلومه که نزدم. از کی تا حالا تو وکیل شرمانا شدی؟ چند روزه. مشکل چیه؟ چه مشکلی؟ چرا استخدامت کردن؟ به تیپت نمیاد وکیل شرکت باشی. معذرت میخوام جناب سروان، بدون اطلاع موکلم نمیتونم جواب بدم. وقتی یارو اینجا بود صدایی شنیدی؟ گفتم که نشنیدم. چقدر اینجا بود؟ ساعت نگرفتم. مگه من ساعت پرسیدم؟ خیلی اینجا نموند. تو این آدما رو میشناسی؟ امروز آشنا شدیم. نقاشه ماهیر ارن. وقتی از خونه در اومد چه حالی داشت؟ هراسون پرید پشت موتورش رو رفت، مثل اینکه از چیزی ترسیده باشه. چطور میتونی ماهیر ارن رو پیدا کنیم؟ آدرسشو داری؟ نه نمیدونم. تو گالری دفن شرمان نمایشگاه داره، شاید اونجا داشته باشن. 2 آدم بفرست دستگیرش کنن. معطل نکن، زود برو. چطوری مرده دکتر؟ چه اتفاقی افتاده؟ بدون کالبوچه کافی؟ کالبوچه کافی ول کن، حدس خودتو بگو. با توجه به وضعیت عمومی جسد حدوداً بین 1 الی 5 ساعت پیش مرده. اما لباساش نم دارن، متوجه نشدین؟ وقتی من اومدم مثل یه تو که گفتی به هیچی دست نزدی؟ فقط برای چک کردن نبضش. لباساش خیس نیستن. ای بابا ساکت شو برادر من، مثل اینکه نمیفهمی یا. برو بیرون منتظر باش. فقط یه جای غیبت نزنه، باید بیای کلانتری شهادت بدی. دکتر داشتی میگفتی به نظرت علت مرگ چیه؟ گردن شکسته، احتمالاً از بالا افتاده، اما روی گردن و بازوش علائم ضرب و شتم وجود داره. شبیه کسی که افتاده باشه نیست. یعنی مثل این که بهش حمله شده و کتک خورده. الو، روز بخیر. ساعت اولین پرواز به برلین رو میخواستم. بله، برای امروز. زودتر نداره؟ باشه، صبر میکنم. نه رزرو نمیکنم، همین الان میخرم. باشه نه، راستش موبایل نداره. با باباش یکم حرفش شده، تنبیهش کرده. باشه من بهش میگم. به ماما اینا سلام برسون. لیلا، اون روز یه اتفاقی افتاده، یه اتفاق بد. سعی کرد به من بگه اما من گوش ندادم. عزیزم آروم آروم بگو، چی شده؟ هیچی نمیفهمم. با جنگ حرف زدم. آخرین بار با اون چت کرده، نصفه مونده، اونم هیچی نمیدونه. باید بفهمیم اون روز چی شده، باید بفهمیم. شاید به خاطر این دزدیدنش. باید بفهمیم چی شده. اگه بفهمیم میتونیم پیداش کنیم. میتونیم. آروم باش عزیزم، آروم باش. آقا محمد داره تحقیق میکنه.
اگه چیزی که تو میگی باشه حتما پیداش میکنه. تو که باز اینجایی؟ مگه بهت نگفتم زیر دست و پا نباش؟ اینا خراب شده. خب که چی؟ گشنته؟ عجیب نیست در حالی که توی یخچال خراب شده. ای بابا به تو چه؟ بیا برو بیرون، با یخچال مردم چی کار داری؟ ممکنه برقش قطع شده باشه، اینجا رو به هم نریز. بیا برو بیرون. جناب سروان، آقای دادستان اومدن. برو دیگه، برو بیرون. حادثه بوده؟ اگه علائم ضرب و شتم نبود میشد گفت که تصادف بوده. خوش اومدین جناب دادستان. محمد نصرت من چه خبرات؟ چطوری؟ خوبم تو چی؟ مثل همیشه برگشتی سر کار و ما خبر نداریم ها؟ نه اگه برگردم بی خبر بر نمیگردم. پلیس قدیمی هم. قربانی و آقا محمد پیدا کرده. نکنه از آشناهات بوده؟ نه از آشناهای موکلم بوده. آقا محمد وکیل خانواده شرمان هستن. الانم شاهد اینیم. مظنون و آقا محمد دیدم که طرف رفت تو خونه، بعدم گذاشت رفت. دیگه نمیدونم تو خونه چه اتفاقاتی افتاده. اگه جنایتی اتفاق افتاده باشه قربانی ها جز اون شخص کسی دیگه ای نمیتونه کشته باشه، البته بجز شما. دوربین مداربسته سردر ورودی ساختمون به جز ورود ماهیر و آقا محمد کسی دیگه ای رو نشون نمیده. ورودی دیگه هم داره؟ همه رو کنترل کردیم، قفل بودن و هیچ اثری از تلاش برای باز کردن اونا نبود. فیلم ها رو میبینین؟ بله حتما. محمد تو هم بیا. یکم برگرد عقب. نگهش دار. مظنونی نه؟ بله خودشه، ماهیر ارن، نقاشه. بزن جلو. حدود 4 دقیقه و نیم اتفاقی نمیفته. طرف داخله. خب نگهش دار. فیلمای روز قبل رو میشه ببینه؟ دیدی که همش همینه. یعنی چی؟ فیلمای قبلی پاک شدن؟ نه 48 ساعت فیلم داریم. حافظه دستگاه همین قاده دیگه. جناب دادستان حتی اگه باشم فرقی نمیکنه. قربانی امروز کشته شده. باشه ممنونم.